این هفته خبر تو خبر داره براتون از گماشته قاتل عظما که اینطوری برای ولی فقیهش پاچه خاری میکنه. من گاهی که خدمت حضرت آقا میدم توفیق دارم خدمت ایشون، سوالی که گاهی ایشون از من به حق میپرسن، وقتی من گزارشی خدمتشون میدم میفهمن علل ارز چه اتفاقی افتاده و این سوال بسیار دقیقیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ میگیم تفاهم نامه، قراردادها، همه اینا خوب، برنامه بسیار خوب، تبدیل شده به قانون، آیین‌نامه ها نوشته شده، باید ببینیم اتفاق افتاده یا نه. عظما اگه میخواد ببینه روی زمین چه خبره، اول باید یه سری به نمایش‌های جمعه بزنه که نوچه‌هاش اینطوری به دست و پا افتادن و به تضعیف ولایت اعتراف میکنن. فرمود جریان نفاق در جامعه تقویت شد. هر وقت دیدیم در جامعه جریان نفاق تقویت شده است، یک رابطه معکوسی دارد با تضعیف ولایت خدا. هر وقت منافقین کار رو به دست بگیرن، مسلط بر اوضاع بشوند، یک رابطه معکوسی دارد با تضعیف ولایت خدا. این یکی هم اینطوری زیرا عظما رو میزنه. گفتم چی گفتید؟ گفت که آقای خامنه‌ای رهبر ما نیست، رهبر یمنی ها و آدم سیاسی هم نبود ها. چرا؟ چون میگفت من حس میکنم دلش برای اونها بیشتر میسوزه تا خود ما. دلار یه دفعه از 3000 تومان قد میکشه میره مثلا تا 26000 تومان، اتفاقی نمیفته. رهبری واکنشی نشون نمیده، یه فکری نمیکنن. نمیگن خط قرمز ما ملت ماست، ملت ما نباید تو این وضعیت گرفتار بشه، نباید قیمت‌های هر چی باید اینو حلش کنیم، حتی اگه لازم باشه سیاست خارجیمون رو تعدیل بکنیم. این باید حل بشه، این اولویت ماست. وضعیت امام جمعه و مدیر حوزه که این باشه، تکلیف به کاندیداهای ریزشی نمایش انتخابات روشنه. ما تقاضامون از شورای نگهبان این است آنانی که با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی زاویه دارند، آنان نمیتوانند قانونگذار خوبی برای این مملکت باشند. آنانی که اصل امر به معروف و نهی از منکر رو میترسن اجرا کنند در این نظام، نمیتوانند نماینده های خوبی برای ما باشند. فریاد برمی آوریم مرگ بر ضد ولایت فقیه. ببینید تیغ عظما چقدر کند شده که سلبریتی ها هم از ترس مردم جرئت نمیکنن برن تو تیوی ریش. اینا رو تلویزیون منع نکرده که نیان تلویزیون، نیان برنامه است. جرئت نمیکنن بیان. چرا؟ به خاطر نظام نطق کشی روشنفکری که حاکمه تو این مملکت. نظام روشنفکری که معتقد به آزادی بیان، معتقد نیست، داعیه آزادی بیان داره، داعیه گفتگو داره، اما میگرده توی سوراخ‌های کوچک کوچه پس کوچه های مملکت یه نفر یه جای موضعی گرفته باشه که این نمیپسنده. بیا اینجا باید جواب پس بدی. یعنی چی؟ تلویزیون حرفا نداریم، مسخره بازی نداریم، خیانت به انقلاب ملی میکنی فلان بهمان. چرا احسان علی خانی نمیتواند برنامه بسازد؟ چون نطقشو میکشن. عظما توی این وضعیت برای که بسیجی‌ها رو حال بیاره مجبور چنین نمایش‌های مسخره‌ای راه بندازه. ای رهبر ما نیرو علمدار مانند عمویت، سنه مرگ شجاعت شمشیر نبرد تو بود تیغ بیانت. ای پیر خراسانی ما دل برم دلدار، اندیشه تو باعث ترس همه کفار. لب بکنی خوش عدو کن پرکون است جمهوری اسلامی ما. دامن این بازیه خون است. زندان خانون محترم افغانیه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اسره سربازی ما، سلام ما را به مقام معظم رهبری برسانید و به ایشان بگویید. البته این نمایش ها هم فایده ای نداره و مردم جوابشو اینطوری میدن. در ره عشق وطن از سر و جان خواسته ایم تا در این ره چه کند همت مردانه ما.
آمد سلاح جنگ بساز که سیل خانه‌شو بگرفت صد نشاید بست. حالا برگردیم به همون سوال عظما که به رئیسی گفته بود علالارض چه خبره؟ هیچی، علالارض سقوط آزاد عظماست. تو شرایطی که دست و پا زدن عظما برای به دست آوردن بمب عالمگیر شده، این مشنگ اومده میگه اونجا سایت هسته‌ای نیست، گاوداریه. گفتیم آقا این که تو میگی سایت، اصلا اونجا گاوداریه. تو گاوداری که کسی کار هسته‌ای نمی‌کرده که از مثلا 60-70 سال پیش اینجا مزرعه متروکه‌ای بوده یا یه مزرعه بوده، الان گاوداریه داره اونجا کار میکنه. این طرف فکر کرده خیلی زرنگه و میتونه با 4 تا گاو یه سایت اتمی رو مخفی کنه، اما خبر نداره که زرنگتر از اونم هست. این یکی هم برای که اوضاع قمر در عقرب عظما رو بپوشونه از این قمپوزا در میکنه. پهپادهای مراقبتیمون چه خبر؟ همچنان بالا سر ناوگروهای فرامنطقه‌ای هستیم، داریم. بله، با افتخار و با اقتدار و بدون اطلاع اونا، یعنی آگاه نمیشن. الحمدلله هم رادارگریزن. یعنی ما اونا رو میبینیم، اونا ما رو نمیبینن. اونا نمیبینن. شاهد این ادعای من هم در رهگیری اخیری که انجام شده زیر پهپاد ما بالگرد امریکاییه و اگر متوجه بود که پهپاد روی سرش هست مطمئناً فرار میکرد و مینشست روی عرشه یگانه. یکی نیست بگه تو قیمت چسب و لیمو شیرین رو تثبیت کن، باقی ادعاها باشه طلبت. چسب با یکم لیمو شیرین 120,000 تومان، حقوق کارگر روزی 300,000 تومان. خداحافظ شما. خالی بندی مهره های رژیم یه چیزی تو این مایه هاست. حالا که تا اینجا اومدین یه سری هم به جدیدترین محصول اقتصاد مقاومتی توی نظام ولایت بزنین. اسماعیلی صاحب نمایشگاه چند روز پیش یه بنده خدا آمد برای خرید این 131، بعد اشتباهی همکار ما سویچ تیبار داد بهش. سویچ تیبار که داد باز کرد، متوجه شد که سویچ تیبا 131 باز میکنه. بعد دوباره سویچ ها رو که امتحان کردن دیدن اینا با همدیگه سویچ همدیگر باز میکنن، یعنی 131 تیبار باز میکنه، تیبا 131 باز میکنه. 111 هم امتحان کردن بیرون، 111 98 البته صفرا 98 هم امتحان کردن، دیدن سویچ 111 98 هم به هر دوتای اینا میخوره. جالب اینجاست که حالا در باز کردن به کنار، روشن هم میشه، یعنی سویچ تیبا 131 روشن میکنه، سویچ 131 تیبا هم روشن میکنه، 111 هم همینجور. یعنی با یه سویچ شما میتونید هم 111 روشن کنید، هم 131 روشن کنید، هم تیبا رو روشن کنید. حالا که شب یلدا و مردم یه قاچ هندونه میخوان که سر سفرشون بذارن، طبق معمول کارشناسای تیویریش میان و از این نسخه ها میپیچن. هندوانه رو عرض کردم که خیلی میوه مناسبی نیستش برای فصل زمستان. جدی؟ بعد چقدر مهمه تو شب یلدا؟ شب یلدا معمولا تهیه میشه. اگر که حالا بود و خواستن استفاده بکنن در حد کم. تو روزایی که مردم سایه مزدورای رژیم رو با تیر میزنن و حجاببانها از ترس گله‌ای میان تو خیابون، بسیجی‌ها یه چنین سیرک مسخره‌ای رو انداختن. به حضرت زهرا قول بده که خانوم من این روسری نه عقب میره نه از سرم میفته تا زمانی که بیام کربلای پسرت. قول میدی به خانوم؟ بله. آره؟ بله. و این که اجازه هست سرت کنیم از همینجا شروع کنیم؟ بله. هم به مامانت قول بده هم به حضرت زهرا این روسری ازت جدا نشه. این سفر کربلا از سمت دختران انقلاب مبارکتون باشه، اونم حضرت زهرا براتون.
اژه‌ای گوشخوارم برای که از قافله عقب نمونه و دندونای دراکولاییش رو مخفی کنه این خیمه شب بازی رو ترتیب داد. یه تبرک انگشتر شما رو می‌خواستم برای خانواده ببرم. حالا حتما این انگشتر خانم من بعد میگه چرا بهشون دادید؟ بعدم یکیش به شما میدم. این بعد خانم من میگه که چرا این یکی بهش دادید؟ یادگار اوه. اگه می‌خواید که حالا ما اگه میشه همینو بدیم. از خانم صرف نظر کنیم. اگه میشه همینو. حالا اشکال نداره. 45-6 سال نگرش داشتیم از دست رفت دیگه. چیکارش کنم؟ انگشتر رو گرفتی از بله. خوب ببینم. به به. خیلی. چی گفتن به؟ گفتن هدیه خانومم 45 سال دست من بودن ایشون میبخشن. حالا توجه شما رو به شیرینکاری این هموطن جلب می‌کنیم تا اون مسخره بازی‌هایی رو که دیدید رو بشوره ببره.